بهترین از روزها روز عید قربان است که در او چارواها را مردم قربانی میکنن. در جای دیگر فرمود ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الایام. در هیچ روزه عمل صالح او قدر و منزلتی را ندارد که در دهه ذوالحجه دارد. اصحاب پرسیدند ولل جهاد فی سبیل الله یا رسول الله، آیا جهادی در راه خدا هم به فضیلت این روزها برابر نمی شود فرستاده خدا؟ حضرت گفتند ولل جهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بنفسه و ماله ثم لم یرجع من ذلك بشیء. گفتند جهادی در راه خدا هم به فضیلت این روزها برابر نمی شوند. اینه که جهادی در راه خدا با کافر جنگ کردن، جان خود را در خطر گذاشتن به فضیلت این روزها که در این روزها تکبیر تشریق گفته می شود، در این روزها تسبیح گفته می شود، در این روزها تهلیل گفته می شود، دعا و فاتحه کرده می شود، به فضیلت این روزها برابر نبوده است. سپس حضرت استثناء کردند مگر همون شخصی که در راه خدا به جهاد خدا برآمد، خون و مال خودش تلف داد، این مرد ثواب شاید که برابر باشد و یا بیشتر. یعنی فقط در این مورد استثناء دارد جهادی در راه خدا که در راه خدا شهید شده باشد و چارواش هم از دست داده باشد. از این جهت ما و شما باید حاضرین عزیز از این روزهای مقدس، از این روزهای بزرگ حد کامل استفاده باید بریم. چگونه استفاده؟ تکبیر تشریق بیشتر گفتن در کار. تکبیر تشریق فقط پس از نمازهای فریضه گفته نمی شود، به این باید بسنده نکنیم. تکبیر تشریق باید همیشه گفته شود، خصوصا وقتی که به سوی نمازگاه می آییم از خانه تکبیر تشریق گفته باید که به مسجد آییم. حضرت ابو هریره، عبدالله ابن عمر عادت داشتند که در همین ایامی دهه ذوالحجه به بازارها می برآمدند. بازاری که مکان شیطان است، بازاری که چی نیرنگ و فریب هست همه در بازار هست، این حضرت خارج می شدیند و مردم در یاد خدا می انداختیند. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد گویان در میان بازار داخل می شدند. تمام اهل بازارم با اونا موافقت می کردند و تکبیر تشریق می گفتند. اونا هم تکبیر گویان، حتی بازار راویان نقل میکنن که بلرزه می آمد. بنابراین این سنت پیغمبر خدا را، این سنت سلف صالح بار دیگر باید که زنده کرده شود. بهترین ذکر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که در این روزها گفتن تکبیر تشریق است. خوب، عید قربان کی شروع گشت؟ عید قربان در سال اول هجری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اعلام کردند که مردم به نماز دعوت کردند. همچنانی که ما با شما صحبت داریم، حضرت با اصحاب صحبت کردند، احکام شرع به ایشان رسانیدند، سپس نماز عید ادا کردند. لیکن اگر به تاریخ نظر کنیم، عید قربان تاریخی چندین هزار ساله دارد. چرا در این عید مثلا حاجیای عزیز ما به زیارت خانه خدا می روند؟ از کی باز این حکم فرض شد؟ چرا در این روز بنده های خدا گوسفند یا گاو از برای خدا قربانی میکنن؟ چرا سعی بین صفا و مروه حاجیای ما میکنن؟ چرا حاجیای ما در این روزهای مقدس تلبیه میگویند که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک؟ اینا همه تاریخ دارن، اینا همه حکمت دارن. حکمت اینها را دانستن در کار تا آنکه عیدی که ما میکنیم عید حقیقی باشد. زیارت خانه خدا که ما میرویم زیارت حقیقی باشد. حکمت تمام اینا را دانستن در کار. کورکورانه عبادت کردن، این عبادتی خشک خالیست، این عبادتی قدر در پیشگاه خدا قدر منزلت ندارد. چرا که انسان
تمام فکر و خیال خودش، توجه خودش به سوی پروردگار خودش گردانیدن نمیتواند. روز عید قربان روزی بود که در تاریخ انسانیت خداوند تبارک و تعالی بنده سرسپرده خود، قهرمان توحید حضرت ابراهیم علیه السلام در این روز امتحان کردند. هر سال ما با شما در مورد این بنده خدا صحبت داشتیم، تا اون جایی صحبت کردیم که چگونه امتحانای حضرت ابراهیم کرده شد، چگونه با بت پرستا بحث و مناظره ها شد، خواستن او را در آتش سوزان باندازند، پروردگارش او را نجات داد، چگونه با ستاره پرستا بحث و مناظره شده بود. تمام اینا را از برای شما نقل کرده بودیم. خدا اگر خواسته باشد با حکمت ها و معنی هاش دوام همون قصه پریرساله خود را از برای شما میکنیم. وقتی که این بنده خدا حضرت ابراهیم از هدایت مردم بابل ناامید شد، دل شکسته شد، دیگر مردم بابل به او ایمان نآوردند. نمرود لعین امر کرد تا ابراهیم پیش کنن از بابلستان. بنابراین حضرت ابراهیم خداوند متعال نقل میکند که فرمود و قال اینی ذاهب الی ربی سیهدین، گفت من به سوی جای میرم، از برای خاطر پروردگارم هجرت انتخاب میکنم که تا اینکه آزادانه خدای خود را عبادت کرده توانم، تا اینکه به یگان فشار بنده های خدا را به سوی دین خدا دعوت کرده توانم. حضرت ابراهیم همراه همسرش سارا که دختری عمکش بود، همراه عمکش ناهور، همراه لوط پیغمبر که حالا به مرتبه و منصب پیغمبری نرسیده بود، هر چهار هم از بابلستان رخت سفر بستند و به سوی شام رفتند. خب اینه که از برای خدا هجرت این بنده خدا انتخاب کرد. از برای خدا بنده های خدا را وقتی که در مملکت خودشون آزار می دادند و فشار می آوردند، اینا ترک زاد و بوم، ترک وطن می کردند و اما از عبادت پروردگار خود، از امر معروف و نهی از منکر سر نمی پیچیدند. چنانه که پیامبری ما صحابگان او هجرت انتخاب کردند و از مکه مکرمه که خانه خدا بود به مدینه منوره سفر کردند که آزادانه خدای خود را عبادت کنیم، آزادانه دینداری کنیم، هیچ کسی ما را فشار آورده نتواند، آزادانه بنده های خدا را حقیقت نشان دهیم. در شام مردم دعوتی به سوی دین خدا میکرد. خوب، اما سالهای زیادی گذشت و به امر خدا او فرزنددار نبود. به سین پیرانسالی رسید. در سین 85 این پیغمبر خدا رسیده بود و فرزند نداشت. چقدر در آرزوی فرزند بود، چقدر فرزند شیرین است، فرزند نعمت حیات است. بینه که پیغمبرای خدا هم در آرزوی فرزند هستند. هیچ نعمت برتر از فرزند نیست، جز به جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کام مرد، زنده از فرزند ماند نام مرد. اما فرزند فرزندی که صالح باشد، فرزند فرزندی که حرمت پدر و مادرش شناسد، او فرزند طلب می‌کردم. پیغمبر خدا از جمله صدقات جاریه فرزند صالح خواند. فرزند صالحی که گفتن یدعو له، پس از گذشت پدر و مادر هم در حق پدر و مادر دعا میکند، نماز میخواند اللهم اغفر لی و لوالدی، خداوند پدر و مادرش رحمت میکند. همچنین این بنده خدا در آرزوی فرزند بود، دعا میکرد به سوی پروردگار خودش، از خدا طلب میکرد، چرا که فرزند از جانب پروردگار است. ربی هب لی من الصالحین، میگفت خدایا به من فرزند صالح ده، فقط فرزند نه، فرزند صالح به این بنده خود عطا کن. فبشرناه بغلام حلیم، حق تعالی میفرماید که او را به یک فرزند بردبار حلیم بشارت دادیم که تو صاحب فرزند میشوی. قضیه چنان بود که
این ساره وقتی که از ابراهیم تولد نکرد، کنیزی داشت به نام هاجر. از شوهر خودش التماس کرد، گفت ابراهیم شاید که از من فرزند کرده نتوانی، همین هاجر همین کنیزی من قطعی خاندار شو، خداوند شاید به شما فرزند دهد. بنابراین پیغمبر خدا همراه هاجر خاندار شد، از اونها فرزندی بسیار زیبای به دنیا آمد، او را نامش اسماعیل گذاشتند. اسماعیل این کلمه عبرانی است به معنی بنده ای که از خدا طلب کرده می شود، نزدیک به خدایداد ما. اسماعیل نام فرزندش گذاشت. فرزندی پیغمبرای خدا هم صورتاً هم باطناً بهترین همون مردم زمان خود هستند، بسیار فرزندی دوست رویکی زیبایی. بنابراین این پیغمبر خدا حضرت ابراهیم فرزندش به حد دوست می داشت. وقت این هاجر با ساره یک جای زندگی می کردن. هاجر وقتی که فرزنددار شد دیگر خودش دیگرگون حس می کرد، دیگر او کنیزی که پیشتر ساره او را کار می فرمود اون گونه حس نمی کرد. ساره هم دید که وقتی که از هاجر فرزند شد و او فرزند ندارد، یک رشک زنانگی در میان زنها هست، به هم دیگر راست نآمدن. بنابراین ساره شکایت کرد به ابراهیم، گفت این زن و فرزند خود را از پیش من جدا کن تا میان ما یگان نزاع بر نخیزد و گناهگار نشویم. حضرت ابراهیم خواست که این زن و فرزند خودش جای دیگر برد، اما از جانب پروردگار به او سپارش دادند که این زن و فرزند خود را باید که به کوههای فاران بری. کوههای فاران این کوههای هست که در مکه مکرمه قرار دارند. مسافه میان شام و مکه مکرمه به همون سفرهایی که به شتر و اسب دیگر میکردن 1 ماه راه طول داشت. وقتی که امر پروردگار رسید، هرچند که این بنده خدا، این پیغمبر خدا بسیار نسبت فرزند خودش مهر و محبت داشت، نمیخواست که اونا را از خود جدا کند، اما ناچار به امر پروردگار خودش سر سپرد. بعداً این زن و فرزند خودش در همون بیابان تفسان و آفتاب گرم سوزان بیابان در شتر سوار کرد و 1 ماه راه با تمام مشقت هایی که در سفر هست اینا را به مکه مکرمه برد، در اونجا فرود آورد و بعداً خود هیچ چیزی نگفته، چیز زاد و راحله‌ای که داشت به اونها داد، غذا و طعام بود، خود برگشت. این هاجر دید که ابراهیم برمیگردد، چیزی نگفته، از پس فریاد کرد، گفت ابراهیم تو کجا می روی؟ اما توجه به او حضرت ابراهیم نکرد. تکرارا گفت ابراهیم کجا می روی؟ دید که شوهرش یگان توجه به او نمیکند، دانست که اونا را تنها میگذارد. بنابراین فرزند خود را در بالای همون ریگزار گذاشته، از پس حضرت ابراهیم دوید، از دامانش قپید، گفت تو ما را تنها گذاشته در همین بیابانی بیکس. مکه مکرمه در اون زمان یگان آبادی نداشت، نه درخت بود، نه آب بود، نه آبادانی بود، نه یگان حیوان وحشی اونجا می رفت، نه انسان در اونجا پیدا بود، یک جای خرابزار، یک بیابان سوزان. در اینجا ما را تنها میگذاری، ما چیکار میکنیم؟ ما را در هلاکت میاندازی؟ زن و فرزند خود را در مرگ میگذاری؟ اما دید که شوهرش یگان توجهی نمیکند، یگان سخنی به زبانش نمیارد. این پیغمبر خدا خوف داشت که مبادا از زبانم یگان سخنی بر نآید که موجب غضب پروردگار باشد، خدا از من ناخشنود شود. بنابراین خاموش. چندین مراتبه وقتی که هاجر تکرار و به تکرار مراجعت کرد به پیغمبر خدا، دید که شوهرش خاموش است، دانست این شوهر بزرگوار او فقط خدا میتواند باشد که از زن صرف نظر کند. بنابراین دانست، گفت الله امرک بهذا، گفت مگر خدا به تو امر کرده است که چنین کنی، ما را تنها گذاشته و روی؟ حضرت اشارت کردم که آره.
گفت ایذن لا یذیعنا، گفت مادامی که خدا به تو امر کرده باشد من پروایی ندارم، امر خدا تا اجرا کن. توکلی زن بینی، شوهر اونا را تنها گذاشته است اما تکیه به پروردگار کرد. وقتی که دانست که خدا به او امر کرده است تکیه به پروردگار کرد و دیگر چیزی نگفته و هاجر علیه السلام برگشت. جامعه ما به همچنین زنهای پاک دامن، همچنین زنهایی که به تقدیر خدا تکیه میکنن احتیاج زیادی دارد. باور کنی این بسیار مصیبت بزرگ است. تا زمانی که زنهای بیچاره و مظلوم ما را ما طرفدار آن هستیم که حقوق زنها زنده کرده شود، اما حقوق زنها فقط در خاندان نیست، حقوق زنها فقط در کار دنیوی نیست که ما دعوا کنیم که حقوق زنها را باید زنده کنیم. مرد و زن برابر حقوق هستند، اما برابر حقوقی در چی؟ در وقت دعوای زن و شوهر. برابر حقوقی در چی؟ در کارهای دنیوی. برابر حقوقی زن و شوهر وقت تامین میگرد که از تمام جهت زن حقوق داشته باشد. حقوق داشته باشد که به خانه خدا آمده نماز جمعه خواند، حقوق داشته باشد که در نمازهای عید شرکت کند، حقوق داشته باشد که احکام دین خود چه آزادانه رعایت کند و یگان کس او را منع نتواند کند. حقوق داشته باشد که به سطر اسلامی در کارخانه‌های دولتی کار کند. این است برابری زن و شوهر، این است برابر حقوقی. وقتی که این بیچاره‌ها از مسجد دور شدن، از موعظه دور شدن، از نصیحت دور شدن، نصف زائد جامعه ما را زنها تشکیل میکنند. بعد از اینا مگر اسماعیل تولد میشود؟ هیچگاه نه. از زنی که بیچاره تربیه دینی نگرفته است، از زنی که توکلی بر خدا را نمیداند، مگر حافظ و یا بدیل و یا دیگر بزرگان و نابغه هایی که ما داریم تولد میگردد؟ هیچگاهی نه. هاجر هم اهل ایمان بود که از او اسماعیل تولد شد، او هم شایسته شوهرش بود. ایذن لا یذیعنا، گفت مادامی که خدا امر کرده باشد ما به امر خدا تن میدهیم. برگشت همراهی در نزد فرزند خردسالش. حالا این ابراهیم خردسال فرزند سینمک بود. خب اما از او جهت هرچند که دیلهای این پیغمبر خدا پاره میشد، اما سر فرود آورده و حرکت میکرد. اما وقتی که زن و فرزند از چشم ناپدید شدند، بعد رو گردانید و به سوی درگاه پروردگار خودش دعا کرد. استعیذ بالله ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. گفت پروردگارا، من زن و فرزند خود را در جایی گذاشتم، به یک وادی گذاشتم که یگان درختزاری ندارد، یگان گیاهی ندارد، آبادانی نیست، نزد خانه تو. این خانه خدا در همون زمان هم بود، اما در طوفان نوح او خانه را برداشته بودند و همون موضع خانه خدا اندک بلندتر بود که وقتی که مبادا یگان باریش سخت می شد و سیل می آمد، خانه خدا در نمی رسید و از دو طرف او پراکنده شده می رفت. ربنا لیقیموا الصلاة، گفت خدایا اهل و فرزندی مرا توفیق ده که نمازی تو را برپا کنند. فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، خدایا دیلهای مردم به سوی ایشان مایل گردان که مردم همین مکان آیند، این مکان آباد سازند. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، پروردگارا اینا را از میوجات گوناگون نصیب روزی بگردان که از اونا برکت یابند و شکرگزاری تو باشند. با دعای حضرت ابراهیم بینه که الحال در یگان منطقه جهان چنانه که در مکه مکرمه انواع گوناگون میوجات بود و هست، در هیچ جای دیگر نیست.
با وجود اینکه یک مملکتی بیابان است، خرابزار است، از اقلیم نامساعد دارد از برای کشت و کار، اما بینه که تمام انواع گوناگون میوه‌جات و دیگر غذاها را در مکه مکرمه انسان پیدا کرده میتواند. این همه از برکت این پیغمبر خدا هست، از برکت ابراهیم خلیل. خوب سپس بازگشت. از این طرف وقتی که این زن و این فرزند خردسال هاجر و اسماعیل غذاهایی که داشتن اونها را به اتمام رسانیدن، دیگر تشنگی به اونها غالب آمد. فرزندش اسماعیل هم تشنه ماند، به گریه شروع کرد، گریه میکرد. مادر وقتی که پستان خود را در دهان طفل میگذاشت دیگر شیری نبود، دیگر فرزندش بیقرار بود، نمیدونست چیکار کنه، میجنبانید. این مهر مادر نسبت فرزند بسیار بزرگ است. این مهری هست که پروردگار عالم در دل مادرها گذاشته است. بنابراین بیقرار بود، فرزند خودش میبرداشت و این طرف و او طرف حرکت میکرد، نظر میکرد، همون خبر آرامش میکرد. دیگر او طفل گرسنه ماندگی دیگر قرار میگیره، داد و فریاد میزد، فیغان میکرد. آهسته آهسته آوازش هم پس شد، گرفتن گرفت. آهسته آهسته در نظر مادر تافت که فرزندش جان میدهد، در معرض هلاکت است. بنابراین دیگر این منظره را تماشا کردن نتونست، فرزند خودش در بالای همون ریگزار گذاشت و هاجر که درود خدا به او باشد سپس به سوی کوه صفا رفت. به کوه صفا برآمد. اکو او کوه‌های به مانند کوه‌های امروزه ما نبودند و به مانند امروزه هم خیلی هموارش نکرده بودند، یک بلندی داشت، تپه برین بلندتر. به صفا برآمد، هر طرف نظر میکرد که یگان جای آبادانی بیند، درختی باشد، آبی باشد، یگان انسانی پیدا میشدگی باشد، هیچ چیزی به نظرش نرسید. از او طرف از کوه صفا فرود آمد. وقتی که در پایان وادی رسید دیگر تمام قوه و قدرت که داشت دوید تا به سوی مروه و به مروه برآمد که از او طرف یگان آبادی به چشمش میخورد. هر طرفی که نظر میکرد غیر از ریگ روان و بیابان یگان چیزی در نظرش نمیرسید، یگان انسانی نیست. همچنین انسانی که به طاقت میشود و کار خود را سرشته کار خود چگون میکند، یک بار به سوی صفا میدوید، یک بار به سوی مروه میدوید، دیگر رهگم کردن نمیدونه که چیکار کنه. بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فلذلک سعی الناس بینهما. حاجیای خانه خدا که گفتن سعی بین صفا و مروه میکنن، از همون جهت میکنن، تقلیدی به مادر اسماعیل میکنن. از این جهت سعی که حاجیای عزیزی ما کردند و خدا خواهد کسانی که قصد زیارت خانه خدا دارن میکنن، به این نیت باید که سعی اینها باشد. فرقیت فقط در چی؟ مثلا هاجر اگر از برای طلب آب هر طرف میدوید، حاجیای عزیزی ما و شما که اگر خدا خواسته باشد و به زیارت خانه خدا مشرف شویم، ما باید از برای طلب مغفرت پروردگار سعی کنیم، مغفرت پروردگار را جستجو کنیم، در پی ثواب باشیم. به این نیت باید که سعی ما باشد. این حکمت سعی بین صفا و مروه این حکمت دارد در جستجوی مغفرت پروردگار. 7 طرف که دوید و عاقبت در مروه قرار گرفت، ایستاده بود، خسته شده، دیگر دل از فرزند کنده بود، دل به هلاکت خود بسته بود، دیگر یگان امیدی از جای نیست. ناگاه کمک غایبانه پروردگار از جای رسید. این حکمت پروردگار است که در آخرین لحظه ها پروردگار بنده های صالح خودش نجات میدهد. در آخرین لحظه ها صحابه ها به حد آمده بودن در زمان پیغمبر خدا که دیگر به طاقت می شدن از عذاب و اذیتی که مردم مکه اونا را می رسانیدن. می اومدن شکایت می کردن یا رسول الله او چیکار کنیم، دیگر این بود پرستا این قدر ما را آزار و اذیت می دهند. پیغمبر خدا آیه قرآن به اونها می خوان که
احسب الناس ان يدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. این آیه را میخوندن که حق تعالی گفت مردم گمان میبرن که به آسانی داخل جنت میشوند، جنت درش به صاحب است اینا داخل میشوند، تا وقتی که عذاب و اذیتی که قومهای پیشتره کشیده بودن نکشند، به مانند اونها که تا به حد مشقت اینا را میدادن که دیگه دل شکسته شده بودند و حتی پیغمبرای خدا میگفتن کمک خدا در کجا هست، قریب که ناامید شده بودند. الا این نصر الله قریب، در همون لحظه های نازک کمک پروردگار به اینها می رسید. بینه که در همین لحظه نازک وقتی که هاجر دیگر دل به هلاکت بسته بود کمک پروردگارش رسید. یک آواز اومد، گفت من دیوانه شدم هاجر. این آواز در نظر می توبه از کجا آدم پیدا میشه؟ یگان جای در کسی نبود. این آواز از کجا آمد؟ وقتی که تکرارن همین آواز شنید به طرف فرزندش نظر کرد، فرزند خوابیدش، ناگاه دید که مخلوق از مخلوقات پروردگار فرشته الهی ایستاده است با همون صورت اصلی خود، با همون پر و بالهای خود. سپس هاجر به سوی او شتافت، نزدیک شد، فرشته الهی به همون زمین پرش زد، به امر خدا از زیر زمین آب آمد، آب زمزم، چشمه زمزم. این زنی که دیگر این قدر تشنه ماندگی بود دیگر خودش در بالای آب انداخت، پنجه میزد. هر وقتی که پنجه میزد از برای گرفتن آب یک باره فواره میزد و زیادتر میشد. در حدیث آمده است که پیغمبر خدا گفتند یرحم الله ام اسماعیل لو ترکت زمزم او لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا. گفت خداوند مادر اسماعیل رحمت کند که اگر همون پنجه نمیزد حال این زمزم آبش این قدر زیاد نمیشد، حال یک چشمه که خود لکک بود. اما به برکت پنجه زدن او آبی چشمه یک باره فواره زد و زیادتر شد. سپس اون فرشته خدا به اونها نوید داد، گفت پروای نکن زنی صالحه. اهل بیت پیغمبر خدا گفت شما پروای نکنید که اینجا خانه از خانه های خدا هست و خداوند هیچ کسی را از همسایه های خانهش خار نمی سازد. روزی می شود که این طفلک به امر خدا همراه پدر بزرگوارش این خانه خدا را دیواراش می بردارد و ساختمانش به انجام می رساند. این نوید به مادر اسماعیل دادند. از قضا یک قبیله نیم کوچمنچی بود، قبیله های جرهم میگفتن اینا را. اینا در مکه زندگی نمی کردن، از بس که مکه تماما از برای حیات مساعد نبود. در همون گرد اطراف مکه هر جایی که یگان آبادانی می دیدن، چنانه که عادت کوچمنچی ها هست، همونجا کوچیده می رفتن. اینا به همون نزدیکی ها گذر میکنن به امر خدا پرنده ها را می بینن که در یک جا جمع می شوند. میگن این پرنده ها عادتا از برای نوشیدن آب جمع می شوند. از وقتی که ما یاد داریم در اینجا آبی نبود، چی واقعه شده باشد؟ بنابراین 2 نفر از میان خودشون جدا میکنن که رفته خبر گیر. 2 نفر جدا شده و به همون نزدیکی ها میروند. زنی را میبینن که در آغوشش یک طفل به مانند ماه شب 14 رخسارهاش درخشش دارد. میپرسن که ای زنی صالحه، این آب از کجا آمد؟ مادر اسماعیل جواب میده که این آب به امر خدا از اینجا پیدا شد. اجازه هست میگه که ما آمده و همراه تو در اینجا زندگی کنیم. در هر جایی که آب است آبادانی هم هست، آب نیست اونجا آباد نمیشود. حضرت هاجر اجازه دادن.
از بس که زندگی با آدم است، زنگ آدم میگن آدم میگیره، در مقاله تاجیکی ما اجازه دادن. بنابراین اما قبیله های جرهم رفته و یکدیگر خبر کردن، آمده و در نزدیکی هاجر زندگی کردن. در همونجا چندین خانه ها پیدا شد، اما نسبت اسماعیل و نسبت مادر او نهایت احترام داشتند. چرا؟ میدانستند که اینا انسانای خارق العاده هستند، اینا دوستای پروردگار هستند، مادامی که به برکت اینا در اینجا آب پیدا شد. بنابراین در حق این دو نفر نیکی ها میکردند. قبیله جرهم وقتی که اسماعیل به 30 سال رسیده بود، یک دختر از میان خود جدا کرده به همسری او دادند. به امر خدا حضرت ابراهیم هر زمان وقتی که اجازه میگرفت از پروردگارش، از برای دیدن فرزندش می آمد. زن و فرزند خودش خبر گرفته، چندی به آنها ایستاده و باز بر میگشت. وقتی که به خانه فرزند آمد، دید که فرزندش شکارچی بود. حضرت اسماعیل شکارچی بود، پیکان تیز میکرد. به نزدش آمد. اسماعیل که پدری بزرگوار شدید از جاش راست شد، پدر در آغوش کشید، به مهمانی آورد. بعدن در اثنای غذا خوردن حضرت ابراهیم به او مراجعت کرد، گفت فرزند، گفت خداوند به من امر کرده است. گفت چه چیزی حق تعالی به تو فرموده است؟ گفت به من امر کرده است که این موضع خانه از خانه های خداست، می باید که خانه خدا را من بسازم. اسماعیل هم گفت پدر، گفت مادام که پروردگار امر کرده باشد، بساز، امر خدا را اجرا کن. گفت اتعیداننی، تو فرزند، گفت من کمک میکنی؟ گفت البته من در خدمت پدر هستم. سپس این دو نفر خانه خدا را ساختند. بنابراین هرچند که حق تعالی میفرماید که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارک و هدی للعالمین، یعنی این اولین خانه هست که در روی زمین گذاشته شده است، خانه ای که برکت دارد، خانه ای که موجب هدایت آدمان است. خانه قدیمه بود، پیش از آدم علیه السلام خانه خدا بود، پیش از آنی که آدم به زمین آید. اما در وقت طوفان نوح این خانه را ملائکه های الهی برده بودند. بنابراین چنانه که گفتیم فقط یک صحنی داشت، زمینی داشت خالی. بار اول از میان انسان ها حضرت ابراهیم به همین خشت و دیوار خشتی خانه خدا را برداشت. پیشتر خشتش از زمرد و سنگای قیمت بها بوده است. حضرت اسماعیل سنگ می آورد و ابراهیم دیوارای خانه را می برداشت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. همیشه ورد زبانشون این دعا بود که پروردگار ما از ما قبول گردان، چرا که تو شنوا و دانا هستی. این دعا را همیشه ورد زبان میکردن. وقتی که بنای خانه به انجام رسید، پروردگار عالم به پیغمبر خودش امر کرد که مردم از برای زیارت خانه خدا دعوت کن. تمام مردم به زیارت خانه خدا باید که دعوت کنی. حضرت ابراهیم گفتن پروردگارا، این من همین 3-4 نفر از خانه ها خواجگی که در گرد خانه خدا هستند، من اینا را فقط دعوت کرده میتونم. از تمام مردم از کجا آوازی من به تمام مردم میرسد؟ پروردگار او به او گفت خبر دادن از تو و رسانیدن از ما. تو فقط مردم دعوت به دین یگانگی کن، به یکتا پرستی کن و از اونا دعوت کن که صاحب این خانه را عبادت کنن و این خانه را طواف نمایند. بنابراین حضرت ابراهیم همون قبیله های جرهم به یکتا پرستی دعوت کرد که خدا یگانه است، یگانه خدا را پرستش کنی، از بود پرستی و صورت پرستی دور باشه، طوافی صاحب این خانه را کنی. قبیله های جرهم یکتا پرست بودن. از همون زمان حضرت ابراهیم شروع کرده تا به امروز بینه که خانه خدا از زایره خالی نیست. هرچند که بعد از ابراهیم و اسماعیل چندین 100 سال بعد یک نوجوان مرد، یک بیسواد به شام رفت، مردمی بود پرست دید که بود پرستش میکنن، گفت ما خدای نمیبینیم چه پرستش کنیم. یکی از بودهای زیبای طلایی را آورده در خانه خدا گذاشت. بعدم با بود پرستی شروع شد و دیگر قوم قریش همه بود پرست شدن.
وگرنه ابتدا عربای ابتدایی همه یکتا پرست بودند. بنابراین در قرآن خداوند متعال مراجعت میکنه به این بت پرستای مکه که آخه شما میگن که ابراهیم پیغمبر خدا است. ابراهیم اقرار میکنه ابراهیم از بت پرستی بیزار بود. ابراهیم باباهای شما را به یکتا پرستی دعوت میکرد. چرا شما در برابر خدا بوتا و سنگا و چوبا را پرستش میکنید؟ اما از همون زمان شروع کرده دیگر مردم عرب چنانه که حضرت ابراهیم دعا کرده بود یک محبت خاصه نسبت همون خانه خدا داشتند. می آمدند و او را طواف میکردند. هرچند که دیگر از دین برگشته بودند همون بت پرستاش هم خانه خدا را طواف میکردند و عبادت میکردند. سپس با حضرت ابراهیم به همون شهر خود برگشت. وقتی که اسماعیل دیگر کلان شده بود و جوان شده بود و وقتی عین جوانی و عین زیبایی و عین حرکتش بود، در خواب پدرش به او وحی دادن، امر کردن. حضرت ابراهیم در خواب دید که حق تعالی به او امر میکند که فرزند خود را قربانی کن. روز 8 ذوالحجه بود، روز ترویه. فردای همون روز باز همین خواب روز عرفه تکرارا دید که باید که فرزند خودش قربانی کند. خواب پیغمبرها حقیقت است. حضرت عبدالله عباس گفتن رؤیا الانبیاء وحی، خواب پیغمبرها حکم وحی دارد. بنابراین این امتحان بزرگ حق تعالی او را کرد. دیگر به نزد همسر و به نزد فرزند خودش بازگشت بار دیگر. بعد از همسرش پرسید، گفت یگان بند و کردی هست؟ بند و کرد به او دادن. اسماعیل هم گفت که تیار شو، به جای می رویم، به مهمانی می رویم. حضرت اسماعیل هم لباسای نوش به تنش کرد. پدر و پسر هر دو حرکت می کردن. شیطان لعین که دشمن انسانیت است و کوشش زیاد دارد که مردم از راه خدا دور کند، گفت یگانه فرصتی که من میتونم اینا را گمراه کنم همین فرصت است. من به پیغمبرای خدا رسیده نمیتونم، به ابراهیم نمیتونم ابراهیم از راه بزنم، چرا که شیطان پیغمبرای خدا را وسوسه کرده نمیتونه. اما گفت مادری او را میتونم که از راه دور کنم. ها اسماعیل به پیغمبری نرسیده بود. بنابراین به نزد مادرش رفت. گفت هاجر، گفت تو خبر داری ابراهیم فرزندی یگانه خودش به کجا میبرد؟ گفت به مهمانی. او گفت مهمانی در کار چی لازم؟ بند چی در کار؟ گفت خدا دانا. گفت تو نمیدانی که او فرزندی خودش برای کشتن میبرد؟ گفت تو عقل داری؟ گفت نخواد فرزند پدر فرزندی خودش یگانه خودش به کشتن برد، این پدر پیغمبر خدا باشد. گفت او گمان دارد که خدا به او امر کرده است. اما هاجر گفت مادامی که گفت خدا به او امر کرده باشد، 100 جانی فرزندی من فدای خدا باشد. هر چند که کوشش کرد هاجر از راه خدا دور کرده نتوانست. بنابراین رفت. ابراهیم پیشوا پیش حرکت میکرد، اسماعیل از عقیب حرکت میکرد به خاطر حرمت داشتی پدر. اسماعیل وسوسه کرد، گفت اسماعیل با پدر کجا میروی؟ گفت به مهمانی. گفت این پدر ترا فریفته میکنه، این برای کشتن ترا میبره. گفت آخی چگونه پدر میش دست عقلش میش گرفته است که فرزند خودش با کشتنی میبرده است؟ هیچ عقل داری؟ گفت او گمان دارد که خدا به او امر کرده است. در خوابش به اون گفتن خواب دید، به همون خواب خودش ترا کشتنی ای. حضرت اسماعیل گفت مادامی که پدر هر کاری که کند او پیامبر خدا هست، او غلط نمی کند، من هم جان من هم فدای پروردگار باشد، من هم به این قسمت پروردگار راضی هستم. وسوسه های زیاد او را می کرد تا وقتی که حضرت اسماعیل گفت ای پدر، گفت این چنین وسوسه های به دل من می آید. پدرش گفت فرزند، گفت سنگ بزن طرف او. حضرت اسماعیل سنگ گرفته طرفش زد تا اینکه شیطان از خودش دور کنه. این یکی از سبب هایی که حاجیای ما شیطان سنگ میزنن در خانه خدا همین است.
شیطان سنگ زدن یعنی به اون نیت باید ما سنگ بزنیم، قهر کردن، غضب کردن، سنگ سخت پرتافتن نه. اون قهر غضب باید که باطنی باشد، یعنی که شیطان از باطنت باید دل شکسته کنی که من این بدبخت از سنگ میزنم، از خانه خدا که بازگشت کردم دیگر تماما من دیگر انسان میشوم، دیگر او گناهایی که داشتم گرد این گناه ها بر نمیگردم. این از زدن شیطان، این از دل شکنی شیطان. یگان اصلاح شدگی نباشی و سنگ به قهر غضب زدن بگیری چی فایده؟ بعدا وقتی که به همون مینا رسیدن، به موضعی که حضرت ابراهیم باید که فرزند خودش قربانی میکرد، هم از برای امتحان فرزند، هم از برای اون که اجباراً زوراً فرزند خودش نادانسته ذبح نکند، سیر به او آشکار کرد. گفت فرزندی عزیز، خداوند همین در قرآن می آورد، استعیذ بالله، یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. گفت پسرکم، بنی اسم تصغیر یعنی پسرکم، این نشانه مهر و محبت، به یک محبت مراجعت کردن به فرزند است. گفت پسرکم، جانی من، گفت اینی ارا فی المنام، من در خواب دیدم که به من امر میکنن که من باید تو را قربانی کنم در پیشگاه خدا. فانظر ماذا تری، اکنون تو چی نظر داری؟ اسماعیلم از نسل پدرش بود. گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. او هم به یک مهر و عطوفت به پدرش مراجعت کرد. گفت پدر جان، گفت هر امری که خدا به تو کرده است پروا نکن، امر پروردگار خود را اجرا کن، میبینی که من چگونه تسلیم امر پروردگار خود میشوم. اینه که پدر و پسر هر دو هم چگونه تسلیم پروردگار خود شدن. همچنین ما و شما هم که بنده های خدا هستیم، باید بدانیم که این جانی که در وجود ما هست، جانی که به فرزندان ما دادگی هستند، این همه امانت پروردگار است. ما از کجا پیدا شدیم؟ ما را کی پیدا کرد؟ به اختیار خود آمدیم؟ نه، ما را همون پروردگار خلق کرد. 9 ماه در شکم مادر رزق و روزی ما را او رسانید. از بطن مادر به امر او پیدا شدیم. عمر ما از اوست، جسم ما به فرمان اوست. حق دارد امانت خودش طلب کند. این گونه بنده مسلمان هم باید که تسلیمی به امر خدا باشد. پیغمبر خدا گفتن لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. گفتن ایمان شما کامل نمی شود مادامی که هر امری که از من و از خدای من آمده است این از بالای هوای نفستون قرار دهی. برعکس مردم امروزه امر پیغمبر و آیه های قرآنی اگر به هوا و هوسشون راست آید به او عمل میکنن، اگر برخلاف هوا و هوسشون باشد بعد میگن گاه خدا و رسول و گاه نغمه و اصول. اما ایمان انسان وقت کامل میشه است که برخلاف هوسش، برخلاف میخواستگیش، هرچند که فرمان خدا باشد فرمان خدا را اجرا کند. اسماعیل وار، ابراهیم وار خودش تسلیم امر پروردگار کند. بینه که از جان فرزند گذاشتن چگونه امتحان بزرگی که حق تعالی ابراهیم بندش کرد. خود میفرماید این هذا له البلاء العظیم. این میگه این امتحانی که ما پیغمبر خود را ابراهیم کردیم بسیار امتحان بزرگی هست، بسیار امتحانی وزنی او را کردیم. از بحر فرزند گذشتن، از بحر جان گذشتن، این کار آسان است مگر؟ من تسلیم امر پروردگار هستم پدر جان، هر کاری که میخواهی، هر کاری که خدای تو به تو امر کرده است اجرا کن. بنابراین گفت پدر، گفت التماس من از تو این است که دستهای مرا بند. گفت فرزند تو گمان داری که دستک میزنی؟ گفت نه. گفت شاید که گفت دستی من به جای تو برخورد این ناحرمتی شود. دستای مرا بند که من برقرار باشم، حرکت نکنم. و دیگر التماس من از پدر این است که چهره مرا به سوی خاک کن.
تا اینکه نظر من به تو، نظر تو به من نرسد، تا اینکه مهر فرزندی و پدری به جنبش نآید و در فرمان خدا عاصی نشویم. فلما اسلم و تله للجبین، حق تعالی میفرماید که ابراهیم فرزند خودش خوابانید، چهره او را در خاک گذاشت، از طرفی پشت کار را به دستش گرفت، بسم الله الله اکبر گویان کار را به حلق فرزند کشید. اما کارد حرکت نکرد، گلوی او را قطع نکرد. ناگاه از جانب پروردگار ندا دادند که یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، گفتن ابراهیم بنده ما خواب تو راست آمد. در این نوبت هم امتحان بزرگی که حق تعالی به تو کرده بود، از این امتحان به سربلندی برآمده توانستی. آفرین پروردگار به تو بود. این بشارت به او دادن و فدیناه بذبح عظیم. حضرت جبرائیل امین همراهش یک قشقاری که از جنت، حضرت عبدالله ابن عباس میگویند که اون قشقار از جنت آورده بودند، همراهش همون قشقار جنتی را فرود آورد، به حضرت ابراهیم سپاریدند که در بدل فرزند همین قشقار را باید که تو قربانی کنی. بنابراین حضرت ابراهیم در مینا روز 10 ذوالحجه، روز عید، او چاروا را در بدل فرزند خود قربانی کردند. این تاریخی عید قربان است برادران عزیز، تاریخ عید قربان. بنابراین چارواهایی که ما ذبحش میکنیم، چارواهایی که ما از برای خاطر خدا اینا را میکشیم، به چی نیت باشد؟ یعنی خدایا همچنانی که من این چاروا را خونش میریزانم، حاضر هستم که از برای تو جان من فدا کنم، حاضر هستم که محبوب ترین چیز از برای تو فدا کنم. این است تسلیم واقعی، این است اسلام واقعی. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. حق تعالی فرمود که پس قسم به پروردگار تو ای پیغمبر که این بنده های من ایمانشون به درجه کمال نمیرسد تا وقتی که هر فرمانی که از تو شنیدند اجراش کنند، هر فرمانی که از جانب خدا و پیغمبر آمد اجراش کنند و در این فرمان پروردگار خود یگان احساس ناراضگی نداشته باشند، در آن وقت ایمان اونا کامل می شود. از این جهت چارواهای خود را به این نیت باید ما قربانی کنیم، به این نیتی که یعنی که حاضر هستیم که از نزدیکترین و محبوبترین چیز خود پروردگار را گذاریم. این وقتی که این حکمت ها را دانستیم، این حکمت ها را اجرا کردیم، بعد قربانی کردن ما هم به معنی می شود، سعی بین صفا و مروه حاجیان ما هم به معنی می شود، طواف خانه خدا هم معنی خودش می گیرد. وقتی که حکمت این چیزها را انسان دانست و تاریخ این چیزها را دانست، بعدا کاری میکنه که موافق فرموده های پروردگار خود باشد. پروردگار عالم قربانی هایی که کسانی که در این روز از به پیشگاه پروردگار خود میکنند از اونا قبول گرداند و کسانی که این قربانی را نمیکنند و اهل قربانی نیستند موفق شان گرداند که دارا شوند و از برای پروردگار خود این قربانی ها را اجرا نمایند. خوب، در اینجا نماینده حکومت ناحیه گمان میکنم حاضر شده است، اینا سخن تبریکاتی دارند. ابتدا تبریکاتی که از جانب مرکز شورای علما شده است اینا قرائت میکنیم، بعدا بلندگوه که به این مهمان عزیز میدهیم تا اینکه تبریکات از برای شما رسانند. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم داملا عبدالرحیم، راهبریت مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان شما را و در شخصیت شما تمام مسلمانان محله و نمازگزاران مسجد شما را به فرارسی عید سعید اضحی
یعنی قربان تبریک و مبارکباد نموده از خداوند بزرگ تمنای آن را دارد که دائما در خاندان مسلمانان تنجی و امانی، توفیق ربانی، سلامتی بردوام، آبروی دارین عطا فرماید. عیدتون مبارک باشد برادران عزیز. معاون سردار ریاست تنظیم یعنی و جشن مراسم دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. هموطنان گرامی، امشب ما عید سنتی عزادارمان عید سعید قربان را در شرایط جشن می‌گیریم که حکومت جمهوری تاجیکستان و دولت صاحب استقلال ما در سال بزرگداشت امام اعظم جهت بالا بردن سطح فرهنگ و معرفت دینی مردم یک قطار برنامه‌ها و چرابینی‌های علمی و فرهنگی مهم را به اجرا رساند. از جمله برگزاری سمپوزیوم بین‌المللی در موضوع آثار ابو حنیفه و اهمیت آن در مکالمه تمدن‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب دایر به آثار و زندگینامه امام اعظم در سراسر کشور، برگزاری هزاران نشست و سمینارها در موضوعهای گوناگون بخشیده به سال بزرگداشت این مرد بزرگ، تهیه و چاپ صدها مقاله و کتاب‌ها، تهیه برنامه‌های درسی و جاری نمودن درس معرفت اسلام در مکتب‌های میانه، افتتاح مرکزهای فرهنگی و معرفتی و ده‌ها چرابینی‌های دیگر را می‌توان نام برد. در سمپوزیوم بین‌المللی که در این علمان دانشمندان از حدود 50 کشور دنیا اشتراک داشتند، مسائل مهم علمی، فرهنگی، دینی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. در دولت صاحب استقلال تاجیکستان بر اساس قانون اساسی گوناگون اندیشی و آزادی اعتقاد برای تمام شهروندان کفالت داده شده است. بعد از این آزادی‌ها و شرایط فراهم شده درست استفاده نموده جهت هرچی بهتر شدن سطح فرهنگی و معرفتی خود تلاش کنیم. نسبت به سرمایه‌های گرانبهای فرهنگی معرفتی و مادی و معنوی دیگرمان توجه و همکاری خاصه داشته باشیم. این دستاوردها روز به روز تکمیل داده به دست نسل‌های آینده کامل و سالم بسپاریم. در این روز مبارک طبق تعلیمات اسلامی برای یکدیگر سعادت و نیکی آرزو نموده که نوع عداوت را فراموش کنیم و با ایمان و عمل نیک به همدیگر نزدیکتر شویم. فرارسی عید مبارک قربان را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان به همه شما تبریک گفته برایتان خانه آبادی و سربلندی، تندرستی و فراخدستی و سعادت دنیا و آخرت را تمنا دارم. عید مبارک همگران عزیز. رهبریت مملکت بی‌ندار هستیم که تمام این آزادی که از برای ما مهیا کردن، این ایمنی، این شرایطی که داریم آمده و مردم برای خدا دعوت میکنیم، این آزادی بیان خوب، این خدمت هایی که از جانب حکومت میشود برای اینکه آزادانه مردم آمده و نماز عید برگزار کنند، مینداری خود را اظهار میکنیم و در حق رهبریت حکومت ما هم در نوبت خود دعاگو هستیم که پروردگار اون سعی و تلاش هایی که از برای آبادانی مملکت، ترقی مملکت میکنند موفقشون گرداند و بازم از برای تنجی و آبادی مملکت، پیشروی مملکت، آزادی دین، ترویج مذهب حنفی سعی بیشتر نمایند و خداوند نگهبانشان باشد. خوب شما بود کردگی اکنون حاضرین عزیز باران بریده آمادگی تو نبینی از برای ادای نماز. مختصرا از برای شما بیان میکنیم که نیتش همین بدیل نیت کنه همین کافیه. خوب اما بعد از سبحانک اللهم قرائت کردن 3 بار امام تکبیر میگوید الله اکبر الله اکبر الله اکبر، دستا به گوش برده می شود و بعدا در 2 تکبیر اول همین خیلی در پیش آویزان میستند. در تکبیر سوم دستها به پیش بسته می شود، قرائت می شود، ضمن سوره می شود. اما در رکعت دوم پس از قرائت و پس از ضمن سوره 3 مرتبه همچنین تکبیر میگوییم و فراموشی بر رکوع شما نروید. اما در تکبیر 4 بر رکوع رفته و سپس تشهد همراه درودش خونده و سلام میدهیم. پروردگار موفقتون گردونه. برخیزیم و نماز باشید.